همشیره جان، ما کوشش نهایی خدا کردیم، اما چی؟ اما چی دکتر؟ اما چی؟ اما متاسفانه دختر شما را نجات داده نتونستیم. چی گفتی؟ زندگی سرد باشه، چیزی که رضای خداوند است. اینا را کل ما و شما داریم، حتما در قسمت و بیچاره بود. دکتر صاحب طفلا را کجا ببریم؟ این دو تا طفلا که میبینی؟ این طفلک ها پدر خدا 3 روز پیش در اینطوری دالمان از دست داد، با او شهید شد. 3 روز دیر نشد مادرش در سر ولادت جان خود از دست داد. خیلی طفلک های معصوم چی کنه؟ چیزی که رضای خداوند است. خداوند صبر ده. همشیره جان، ما کوشش نهایی خدا کردیم، اما چی؟ اما چی دکتر؟ اما چی؟ اما متاسفانه دختر شما را نجات داده نتونستیم. چی گفتی؟ زندگی سرد باشه، چیزی که رضای خداوند است. اینا را کل ما و شما داریم، حتما در قسمت و بیچاره بود. دکتر صاحب طفلا را کجا ببریم؟ این دو تا طفلا که میبینی؟ این طفلک ها پدر خدا 3 روز پیش در اینطوری دالمان از دست داد، با او شهید شد. 3 روز دیر نشد مادرش در سر ولادت جان خود از دست داد. خیلی طفلک های معصوم چی کنه؟ چیزی که رضای خداوند است. خداوند صبر دل بدید. همشیره جان حوصله کن، دیگه نکنی. با اجازه بریم. ما اگه آدم با عزت و بابروس ما چطور حاضر صاحب چی که میگم
بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم مارخ 25/4/1389 در حضورداشت طرفین قضیه و وکیلای قانونی اصحاب دعوای جلسه قضایی بررسی موضوع تجاوز جنسی به اتهام فرناز علیه رستم مجنی علیها به نام خداوند بزرگ و عادل در حضورداشت هیئت قضایی موظف در قضیه آغاز می نماییم. از سرانوال موظف خواهش میکنیم تا اتهامنامه خود را قرائت نماید. به اجازه رئیس دیوان محکمه جزا و اعضای هیئت قضاییه. جناب رئیس، دلایل و مدارک اثباتی علیه رستم نام بسیار زیاد است، از جمله سند دکتران معالج و نظریه طب عدلی که کاپی اسناد آن در اوراق دوسیه نزد شما موجود است. می توانید مراجعه نمایید. تشکر. از متهم در زمینه طلب استنجاب می گردد که در مقابل اسناد و شواهد ارائه شده چی می گوید؟ جناب رئیس، وکیل قانونی و میرویس نام است. با اجازه رئیس صاحب محترم و هیئت قضایی، تمام اتهاماتی که بالای موکل من رستم نام صورت گرفته کاملا بی بنیاد. رئیس، من اگه آدم با عزت و بابروستم، من چطور این کار شرم آور کرده میتونم؟ باز صاحب، من شکر زن فرزند دارم. توبه 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 توبه. بر شما چنین فرصت قانونی داده میشه؟ قاضی صاحب، این دختر بسیار بیشرم است. کسی که در کسی عزت خود نیست، پروای عزت دیگران هم ندارد. چیزی که من گفتم واقعیت دارد. قاضی صاحب، من دروغ نمیگم. بالای من باور کنید. من قسم میخورم که این شخص بالای من تجاوز کرده. قاضی صاحب، قضیه مثل آفتاب روشن است. قاضی صاحب، من اعتراض دارم. بفرمایید. ما شاهد عینی سند داریم به نام باباکو ولد الف خان. اگر شما خواسته باشید ما رو برای شما حاضر میکنیم. میتونید شاهد بیارید. قاضی صاحب هرچی که میگه من راست میگم. قاضی صاحب امین بود گپایم. تشکر. محکمه 10 دقیقه بعد حکم خود اعلان می‌کنه. با در نظر داشت تماما ثبوت و شواهد درست به چنین فیصله می رسیم. ما هیئت قضایی ریاست محکمه ابتدای دیوان جزا در جلسه علنی تاریخی 25/4/1389 با حضورداشت هر دو جانب به اتهام رستم ولد انور خان و فرناز
بنت عمر خان مجنی علیها به اتفاق آرا به هدایت ماده 429 قانون جزا بعد از بررسی و مدافع همه جانبه در موضوع نسبت دلیل کافی الزام علیه شما رستم نام در موضوع تجاوز جنسی علیه مسامات فرناز نام مذکوره به مدت 7 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم تا زجر برای شما و پند برای دیگران گردد. ما فکر کردم تو بسیار چالاک هستی. از تو کدی مردنی چالاک بود. بیچاره دختر توست. خیر تو بردی ما باختم. آرامی چپ! آرامی من نیستم. بازی که پیدا شد او آرامی است.